دوستای عزیز و گرامی به آموزش انگلیسی در سال 2026 خوش آمدید. اگر این ویدیو خوشتان آمده لطفاً این ویدیو را لایک کنید و لطفاً برایم کامنت بگذارید. بیاین که بخیر شروع بکنیم. I'll never become the person I once thought to escape. هرگز به کسی تبدیل نمیشوم که روزی برای فرار از او جنگیدم. I carry a dream that refuses to die. رویایی را با خودم حمل میکنم که حاضر نیست بمیرد. I won't let my past decide my future. اجازه نمیدهم گذشتم آینده‌ام را تعیین کند. The world changed me, but it never defeated me. دنیا مرا تغییر داد اما هرگز نتوانست شکستم دهد. I am still becoming the person I promised to be. هنوز در حال تبدیل شدن به کسی هستم که به خودم قول داده بودم باشم. I lost many battles, but I never lost myself. نبردهای زیادی را باختم اما هرگز خودم را از دست ندادم. I'll keep going until my story becomes impossible to ignore. ادامه میدهم تا زمانی که داستانم غیر ممکن برای نادیده گرفتن شود. There is a strength in me that pain couldn't destroy. قدرتی درون من وجود دارد که درد نتوانست آن را نابود کند. I am building a life my younger self would be proud of. دارم زندگی می سازم که نسخه جوانتر خودم به آن افتخار کند. I survived the days I thought would break me. از روزهای جان سالم به در بردم که فکر میکردم مرا خواهند شکست. My silence hides battles nobody knows about. سکوتم نبردهایی را پنهان کرده که هیچ کس از آنها خبر ندارد. I'm not where I want to be, but I'm not who I was. هنوز به جایی که میخواهم نرسیدم اما دیگر آن آدم قبلی نیستم. One day everything I endured will make sense. روزی همه چیزهایی که تحمل کردم معنا پیدا خواهد کرد. My scars are proof that I never surrendered. زخمهایم ثابت میکنند که هرگز تسلیم نشدم. The person I am becoming is worth the fight. کسی که دارم به او تبدیل میشوم ارزش این مبارزه را دارد. I protect the dream that keeps me alive. از رویای محافظت میکنم که مرا زنده نگه میدارد. I have a purpose that keeps me awake. هدفی دارم که نمیگذارد آرام بگیرم یا مرا بیدار نگه میدارد. Keeps me awake بیدار نگه میدارد. The hardest roots create the strongest souls. سخت‌ترین مسیرها قوی‌ترین روح‌ها را می‌سازد. I refuse to let my soul become tired. اجازه نمیدهم روحم خسته و خاموش شود. I am becoming someone my struggles can't recognize. دارم به کسی تبدیل میشوم که سختی هایم دیگر او را نمیشناسد. لطفاً این ویدیو را لایک کنید و لطفاً برایم کامنت بگذارید. این ویدیو محصول تصادف، حوادث طبیعی و یا محصول احسان کسی نیست، بلکه محصول زحمتکشی های فراوان خودم است. اگر این ویدیو خوشتان آمده لطفاً لایک کنید و برایم کامنت بگذارید تا ما بتونم انرژی مثبت بیشتر بگیرم و برای شما قول و وعده میدیم که در ظرف 6 ماه 200 الی 300 دانه ویدیو هم جور میکنم تا شما انگلیسی را از 0 تا 100 به سطح تافل بخیر یاد بگیرید. لطفاً لایک بکنید و برایم کامنت بگذارید. خیر و سلامت باشید.